سامسونگ گلکسی A56 یکی از جدیدترین گوشی‌های سامسونگه که با طراحی مدرن و جذاب توجه هر سلیقه‌ای رو به خودش جلب میکنه. این گوشی ترکیبی از زیبایی، کیفیت ساخت بالا و امکانات بروز رو ارائه میده و برای کسایی که دنبال یک تجربه کاربری راحت و لذت بخش هستن انتخاب خیلی خوبی محسوب میشه. گوشی گلکسی A56 حدود 198 گرم وزن داره. پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه ساخته شده که مقاومت خیلی بالایی در برابر خط و خش و ضربه از خودش نشون میده. فریم کناری هم از جنس آلومینیومه و استحکام خوبی داره. این گوشی در 4 رنگ جذاب به فروش میرسه و تمام سلایق رو پوشش میده. سامسونگ گلکسی A56 لبه‌های تیزی نداره و در دست گرفتنش راحته. دکمه‌های تنظیم صدا و پاور در لبه سمت راست، پورت USB-C 2 و اسلات سیم کارت در قسمت پایین و بلندگوهای استریو با کیفیت در پایین و بالای گوشی قرار گرفتن. پشت گوشی یک سیستم دوربین سه‌گانه داریم که 3 لنز و یک فلش در اون قسمت دیده میشه. به علاوه این گوشی رتبه بندی IP67 داره و در برابر آب و گرد و غبار مقاومه. گوشی گلکسی A56 از یک نمایشگر 6.7 اینچی سوپر آمولد بهره میبره که وضوحی معادل 1080 در 2340 پیکسل ارائه میده. نرخ نوسازی 120 هرتزی این صفحه نمایش تجربه‌ای روون و لذت بخش رو در تماشای فیلم‌ها و اجرای بازی‌های سریع فراهم میکنه. حداکثر روشنایی 1900 نیت هم باعث میشه که زیر نور شدید خورشید تصاویر واضح و خوانا باقی بمونن. گوشی گلکسی A56 با تراشه اختصاصی 4 نانومتری اگزینوس 1580 عرضه میشه. این گوشی همچنین با 6، 8 یا 12 گیگابایت حافظه رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی عرضه شده که البته خبری از خشاب میکرو SD هم نیست. در کل با این سخت افزار تونستیم روی تنظیمات HD بازی پابجی رو با 30 فریم بر ثانیه اجرا کنیم. بازی کال آف دیوتی موبایل با تنظیمات مدیوم با 30 فریم بر ثانیه اجرا شد. در نهایت هم از بازی گنشین ایمپکت با تنظیمات لو حدود 60 فریم بر ثانیه دریافت کردیم. سیستم دوربین گوشی گلکسی A56 مثل همه گوشی‌های سامسونگ شما رو ناامید نمی‌کنه. ما اینجا یک دوربین عریض 50 مگاپیکسلی اصلی داریم که به لرزشگیر اپتیکال و فناوری HDR مجهز شده و عکس‌های خوبی رو ثبت می‌کنه. لنز فوق عریض 12 مگاپیکسلی هم میتونه با زاویه دید 123 درجه تصاویر خوب و قابل قبولی بگیره. در نهایت هم با استفاده از لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی میتونید از سوژه‌های خیلی نزدیک عکس‌های خلاقانه و هنری بگیرید. دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی این گوشی امکان فیلم برداری با رزولوشن 4K رو داره و با پشتیبانی از HDR 10 بیتی علاقه‌مندان به سلفی رو راضی نگه می‌داره. با استفاده از AI هم میتونید عکس‌های گرفته شده رو ادیت کنید. باتری گوشی گلکسی A56 حدود 5000 میلی آمپر ساعت ظرفیت داره که از گوشی گلکسی S25 پلاس هم بیشتره. باتری این گوشی به صورت میانگین و حین بازی کردن بیش از 6 ساعت و حین تماشای ویدیو حدود 29 ساعت شارژ دهی داره که فوق‌العاده است. گوشی گلکسی A56 به صورت پیش‌فرض با اندروید 15 و رابط کاربری وان UI 7 عرضه میشه و تا 6 به روز رسانی اصلی سیستم عامل رو پشتیبانی میکنه. گوشی سامسونگ گلکسی A56 مجموعه‌ای از ابزارهای هوش مصنوعی با نام آسم اینتلیجنس رو به کاربران ارائه میده که امکانات زیادی رو برای ادیت عکس در اختیارتون میذاره. در اپلیکیشن دوربین میشه فیلترهای مخصوص درست کرد، ویدیوها رو به سرعت برش داد و با استفاده از بیکسبی ویژن متن‌های خارجی رو ترجمه کرد. در مجموع سامسونگ گلکسی A56 با طراحی زیبا، نمایشگر با کیفیت، دوربین‌های استاندارد، عملکرد روان، امکانات نرم افزاری متنوع و پشتیبانی از هوش مصنوعی، گزینه کامل و همه فن حریف برای کاربران مختلف به شمار میاد. این گوشی با توجه به قیمت و امکاناتش تعادل خوبی بین کیفیت، کارایی و تجربه کاربری ایجاد کرده و میتونه پاسخگوی نیازهای روزمره و حتی بعضی نیازهای نیمه حرفه‌ای کاربران باشه.